گلچین هفته. سلام، صبح جمعه شما بخیر. هفتمین برنامه گلچین هفته را با آرزوی خوشی و شادکامی شما شروع می‌کنیم. بدین امید که بتوانیم هرچه بیشتر و بهتر پاسخگوی خواستهای شما شنوندگان عزیز در ارائه آثار خوب موسیقی باشیم. به دوستداران برنامه گلهای تازه مژده می‌دهیم که استاد حسن کسایی نوازنده نامدار نی میهمان ما بود و پیش از آن که به اصفهان برگردد در چند برنامه گلها شرکت کرد که به زودی نوای نی او را در برنامه‌های گلهای تازه خواهید شنید. قطعه‌ای را که در برنامه امروز گلچین هفته میشنوید پیش درآمدی است که در این سفر با نی حسن کسایی، تار محمد رضا لطفی و ضرب ناصر فرهنگفر در شوشتری اجرا شده است.
آنچه شنیدید پیش درآمدی بود در مایه شوشتری که با شرکت استاد کسایی اجرا شد. بعضی از هنرمندان غیر از رشته اختصاصی خود که بدان شهرت یافتند، به قول حافظ شیراز به چندین هنر دیگر نیز آراستند. حسن کسایی که در کار نوازندگی نی استادی بی‌نظیر و شهره خاص عام است، تار و ستار هم می نوازد. آوازی خوش دارد و مثل بسیاری از همشهریهای خود بزلگویی ظریف و نکته‌دانی مجلس آراست. اینها را ما و بسیاری از دوستان نزدیک کسایی می دانستیم. اما کمتر کسی می داند که این هنرمند عزیز موسیقی در کار داستان پردازی هم دستی دارد، آن هم با چه باریک اندیشی و ظرافتی. با صدای خودش بشنوید. در شرق اصفهان دهی هست به نام قهجابرستان. در این ده طفلی پا به عرصه وجود گذاشت و تا سن 9 سالگی با وجود اینکه فقط چند کیلومتری با اصفهان بیشتر فاصله نداشت، این ده نتوانسته بود که اصفهان را ببیند و این بهشت خیال انگیز که به نصف جهان معروف است در ضمیر او خودنمایی میکرد و دلش میخواست که اینجا رو ببینه، تا اینکه در سن 9 سالگی پدر را از دست داد و مادر را از دست داد و به حکم اجبار و از روی استیصال رسید به اصفهان و وارد این شهر شد و شب این شهر را دید، سر زدن آفتاب را دید، غروب آفتاب را دید، انعکاس این نورها توی این کاشیکاری های مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد شاه. اما در چشم اون طفل این زیبایی ها جلوه دیگری داشت. برای اینکه یک نابغه دید و برداشت دیگری داره. در این زمانی هست که زنها نمیتونن در لباس رقص جلوه‌گری بکنن. یه کمی محیط با امروز فرق داره. بنابراین در عروسی ها و مجالس شادمانی ساززنها پسر بچه ها رو میارن، پسر بچه های زیبا را بهشون لباس زنانه میپوشونن و یاد میدن که برقصن و این طفل را آمدن نوازنده ها دیدن سیمای بسیار جذابی داره و آوردندش لباس رقص را بهش پوشوندن و بهش یاد دادن و خیلی زود اکبرخان شهره شهر اصفهان و کم کم اطراف اصفهان و تمام ایران، شاید گاهی از رشت دسته اکبرخان را میخواستند برای اینکه بیان بزنند و این پسر که در لباس زن خودنمایی میکرد ببینن و ازش لذت ببرن. کم کم مرد و زن عاشق اکبر بودند. یعنی اکبر میمد جلوی آینه میدید احتیاجی به لباسی یا شانه ای نداره. زلف طبیعت خودش این زلف را به نحو شایسته آراسته بود. میمد توی خیابون و مثل یک تصادف که میشه جعد بند میاد، مردم که میدیدن اکبرخان را در لباس مردونه، همه مرد و زن به دنبالش میرفتن که از راه رفتنش، چون راه هم که میرفت یه نوع مخش کردن و رقص بود، وقتی میرفت تا سر پل و برمیگشت چندین هزار آدم به هم نشونش میدادن و حتی دنبالش میمدن، بهش توجه داشتن و یک کسی وقتی که بهش توجه داشتن خواه و ناخواه از این توجه لذت میبره. اما بدبختانه کارهای هنری همون اندازه که زود صاحب اون هنر را مشهور میکنه، همون اندازه هم زود صاحب اون هنر را به پست‌ترین
زهرهای اجتماع دچار میکنه. یعنی اکبر خان به زهر تریاک، به الکل خانمان برانداز معتاد شد و طوری این ناراحتی ها، این اعتیادات به او حمله کردند که در ظرف 1-2 سال اکبر را 20 سال پیر کرد. و اکبری که وقتی میخواست بیاد تو چارباغ فقط خودشو تو آینه میدید کافی بود، حالا بایستی 1 ساعت جلوی آینه از عادات و ادوات زنانه که برای آرایش استفاده بکنه تا بتونه یک کمی از اون زیبایی را داشته باشه و بیشتر با لباس خوب، با کفش خوب، با این چیزا، کاشکول خوب خودش را بنمایاند. و مریدها هم کم شده بودن، از هر 1000 نفری 10 تاشون مونده بودن. یکی از ضربه های مهلکی هم که باز به اکبر خورد این بود که در این زمان که اکبر وارد 19-20 سالگی میشد، زنها آزادی عمل پیدا کردند که بیان تو صحنه برقصند. به هر صورت اکبر 1 مرتبه زمین خورد و غریب شد و کسی بهش محل نمیذاشت و دسته هایی که میمدن بیا تو دسته من برقص، چنین میکنم چنان میکنم. حالا اکبر بود که تقاضایی داشت که منو ببرید، به خودتون نمیبردن. آمد و کاسه تار را گذاشت روی زانوش، توی دلش و شروع کرد دردها و ناکامیهای خودش را با کاسه ساز بیان کردن و گاهی به یاد رقص ها و پایکوبی هاش که می افتاد آنچنان با ساز می زد که هر شنونده ای بی اختیار تو کمر خودش یک حرکتی حس می کرد و نمیتونست صاف بشینه. و وقتی یاد آلام و ناراحتی ها و رنج و تعبش می افتاد آنچنان کوبنده و کشنده ساز می زد که خیلی آدم می خواست که اشکش جاری نشد. و حالات مختلفی را خیلی زود با تار تونست در بیاره، علل خصوص که در اون زمان زیر دست شکری ادیب سلطنه که یکی از نوازندگان خیلی قوی و شاگردان آمیز حسین قلی یا درویش خان بود و معاصر باشون بود، همسال با اونا بود و خیلی خوب نوازنده بود. اکبر پیش او کار کرد، ولی اکبر پاش را در تار یه جایی گذاشت که دست هیچ کس نمیرسه. یواش یواش مریدهایی که رفته بودند آب رفته به جوی بازگشت و باز اکبر شد گل سرسبد مجالس و محافل. یعنی هر زنی از اون زیباتر نمیرقصید، میگفت من فقط اگر اکبر خان باشد باش میام اون ساز بزنید، چون خودش به رموز رقص وارد هست و بوده، من با اون حاضرم کار بکنم. این بود که تاج اصفهانی اون وقت میگفت خواهش میکنم اگر میخواید من بیام تو جلستون بخونم، اکبر خان هست که میتونید به من جواب بدید و جواب آواز من را غیر از اکبر خان دلم نمیخواد کسی دیگه بدید. یا ادیب خونساری میگفت خب جایی که اکبر هست اجازه بدید که من با اکبر بخونم، با نوازنده های خیلی قوی که در اصفهان بودند. اکبر اوج قدرت و شهرت را باز طی می‌کرد تا اینی که در سن 60 سالگی باز طبیعت یکی از ضربه های مهلکش را به اکبر وارد کرد و یک روزی که از خواب بیدار شد دید گوشهاش نمیشنوه، جفت گوشش تر شده بود و دیگه نمیتونست ساز بزنه و مردم که اون همه احترام و تعظیم و تکریم برای اکبر قائل میشدن، وقتی که دیدن اکبر
کر شده و شاید نمیتونه اونجور دیگه ساز بزنه، باز از دورش متفرق شدن و اینجا خیلی زندگی دردناکی برای اکبر شروع شد، چون اعتیاد الکل یا تریاک که سر جاش گذاشته بود، خرج زندگی، زن، بچه سر جاش گذاشته بود، ولی ممر عایدی و درآمد. این که عرض میکنم دوره ایست که هنوز به هنرمند توی این مملکت میگن مطرب. اکبر خان خیلی ناراحت و یه آدم حساسی مثل اکبر که یک دنیا هنر در وجودش بود، خیلی زود این نقیصه گوش و نتونست ساز بزنه خوردش کرد. یک روزی من با آقای جلیل شهناز رسیدیم به اکبر خان و آقای شهناز گفت استاد برای آخرین بار برای ما یه سازی بزنید. گفت من که گوشم نمیشنوه. گفت من ساز را کوک میکنم میدم دستتون بزنید. یک خنده رضایتمندانه‌ای در چهره اکبر ظاهر شد که باز راه حلی پیدا شد و میتونه برای ما ساز بزنه. ساز رو گذاشت روی زانوش و ساعتها ساز زد که آقای شهناز یک طرف افتاد و بندم یک طرف افتادم، مثلا از حال رفتیم هر دو از بس این سازی که این مرد زد. یکی از مقامهای کوچیک رو هم زد، یعنی دشتی زد، اما شاید 2.5 ساعت این دشتی رو بدون یک مضراب تکراری زد. وقتی اکبر شروع میکرد به 4 مضراب زدن، چیزهایی رو میزد با ساز که حیرت انگیز بود. یه روزی اکبر حالش سخت میشد، میبرندش بیمارستان. یکی از نوازنده های ضربی که با اکبر خان سالها کار کرده بوده، این بالا سر اکبر بوده، پیغام میده اکبر که برو در منزل فلان تاجر و بگو به پاس سالها که برای تو شبها تا صبح در مهمونی ها ساز زدم، من اگر 2-3 روز غذا بهم نرسید شاید زنده بمونم. اما البته فرستاده اکبر از در مریض خونه که میره بیرون اکبر تمام میشه، ولی میره در منزل اون تاجر و نوکرش میره پیغام میاره که از این اکبر خان ها زیاد هستن، اگر من بخوام بدم دیگه برای خودم تریاکی نمیمونه، معذرت میخوام. خب بعدم اکبر را ساززنهای قهوه خانه پولی رو هم گذاشتن و جنازه اکبر رو بلند کردن به احترام پیشکسوتیش، بردن خاکش کردن. شاطر رمزونی داریم در اصفهان، معروفه، این همیشه هنرمندها را تو خونه خودش جمع میکنه و بهشون احترام میذاره. یه روز در هفته، روزهای 3 شنبه مال هنرمندا هست. از وقتی هم که وارد میشن همه با شوق و ذوق میزنند و میخونند. آبگوشتی درست میکنه میذاره جلوی این دسته و روزیست که هم به هنرمندها خوش میذاره، هم تجدید دیداری با هم کردن. بغض و کینه و ناراحتی اگر فیلم و دوتاشون پیدا شده است اونجا برطرف میشه. اونجا خلاصه خانه صفاست، خانقاهیست به اصطلاح. ظهر 3 شنبه است، بنده و آقای تاج و جلیل شهناز منزل شاطر هستیم. شاطر گفت میدونید امروز چه روزی است؟ گفتیم خیر. با گریه، اشک تأثر و تحسر که امروز روز 7 اکبر خانه. ای داد، اکبر کی مرد؟ بله، هفته گذشته فوت شد. بنا شد که عصری با اینکه زمستان سردی بود بریم به تخت پولاد. رفتیم. خب اگر یه رسبون فروش معروف یا روغن فروش معروف مرده بود همه کس میشناختش، ولی چون اکبر مرده بود، چون یک نابغه بی‌نظیر این مملکت مرده بود، هیچ کس نمیشناخت. بالاخره یک
گورکنی پیدا شد و گفت این مطربه رو میخواید؟ گفتیم بله. گفت توی خرابه توی گودالی خاکش کردم. چه فرق میکنه؟ غنیمت شمارین گرامی نفس، که بی مرغ قیمت ندارد قفس. وقتی انسان مرد، چه دوشه که زر بفت و چه چاله، چه دیگه نتیجه نداره. تا هست انسان باید احترام داشته باشه، باید جای خوب باشه. به هر صورت رسم هست که روی قبر یه قالیچه‌ای نمیدونم ترمه‌ای شالی پهن میکنن که صاحب عزای و خاک سرشون نکنن، پوشیده باشه رو قبر. لاله، گلی، چیزایی که مرسوم هست میذارن، لحن قرآنی فلان. یک چیز روی قبر اکبر خودنمایی میکرد که این را قبلا عذر میخوام یادم رفت بگم، ولی خب حالا میگم. امروز ته ساز را که سیمها را بهش میبندن، که میگن سیمگیر کاسه، پیدا کردن که یه نایلون روی سیم و زیر سیم میذارن، دیگه آسین را زخم نمیکنه. ولی سابقه رو نمیدونستن، ته سیم رو که میبستن آسین را پاره میکرد. بنابراین اکبر یک دستمال ابریشمی همش مینداخت رو مچش که وقتی ساز میزد آسینش پاره نشه، و این دستمال بغل دستش بود. مشروبی که میخورد، ماس میخورد، فوراً با این دهنش رو پاک میکرد، مبادا گوشه لبش یه وقتی این روی همون نظافتی که در جوانی و در اون وقتی که میرقصید و اون وقتی که همه به زیبایی ظاهر اکبر توجه داشتند، این براش سیره شده بود که همیشه لب و دهنش در غذا خوردن یا در هر کاری تمیز باشه. و این دستمال ابریشمی مونس اکبر بود. و چه بارها که با چشم خودم دیدم وقتی ساز میزد، ارتعاشاتی که روی مضراب و دسته ساز میداد، این دستمال هم چه رقصی با این مچ و چه هماهنگی با این چپ و راست ها داشت. وقتی رسیدیم روی دم قبر، به جای تمام اون چیزای تشریفاتی، نمیدونم کی این کارو کرده بود که اون دستمال ابریشمی یزدی را انداخته بودن، یک ریگ وسطش انداخته بودن که باد نبردش، نسیم ملایمی میوزید. تارهای این دستمال در اهتزاز بود و اگر موسیقی را میشد که ببینی به جای شنیدن. تمام اون ارتعاشات و اون رقص هایی که این دستمال روی مچ اکبر میکرد، الان هم داشت میکرد. و همه چیز، نمیخوام دیگه بیشتر از این حرف زده باشم، همه چیز تو این دستمال و حرکاتش که با نسیم ملایمی حرکت میکرد دیده میشد. ای کاش میتونست انسان بیشتر اون حس ششمش کار بکنه تا ببیند که این دستمال چه میگه. یک زندگی را خلاصه میکرد در هر حرکتش. اینجا تاج خیلی خودداره. دیر ما اشکشو دیدیم. من فقط در مرگ صبا اشک تاج را دیدم و یک مرتبه خودم عاشق بودم و خیلی پریشان بودم، بام هم آهنگی کرد و این مرتبه اولش بود. این دو مرتبه که عرض میکنم بعداً دیدم اشک تاج را. مرتبه اولش از قد خودش را انداخت روی قبر اکبر و گفت بخواب اکبرم، راحت شدی. فکر میکنم تا همینجا کافی باشه.
سرگذشت اکبرخان نوروزی را به روایت حسن کسایی و نغمه‌هایی از دشتی را با تار جلیل شهناز شنیدید. جا دارد که در اینجا آوازی هم از استاد تاج اصفهانی بشنویم. آواز همایون که شامل درآمد، چکاوک و بیداد است و سالها پیش روی صفحه گرامافون ضبط شده. از تو با مصلحت خویش نمی پردازم یا خدا یا از تو با مصلحت خویش نمی پردازم همچه پروانه که می سوزم در پروازم یا
گر تو خواهی که بجویدم امروز بجوی یا گوشه‌هایی از آواز همایون را با صدای تاج اصفهانی شنیدیم. در هفته‌های پیش گفتیم که از جمله کوشش‌های واحد موسیقی رادیو ساختن آهنگ روی شعر شاعران قدیم و معاصر است و نمونه‌هایی نیز به سمعتان رساندیم. امروز ترانه ای را برای شما پخش می‌کنیم که استاد جواد معروفی بر روی غزلی از سعدی ساخته و با صدای اهدیه ضبط شده است. این ترانه را که در باغ سعدی نام گذاشته ایم شاید در برنامه گلهای تازه شنیده باشید.
ترانه در باغ سعدی را که از ساخته‌های استاد جواد معروفی بر روی غزلی از سعدی بود با صدای اهدیه شنیدید. ترانه دیگری داریم به نام اشک پدر که علی اصغر کردبچه بر روی شعری از شاعر شهیر معاصر نادر نادرپور ساخته و با صدای شجریان ضبط شده است. اول به شعر زیبای نادرپور با صدای خودش گوش کنید. امید زیستنم دیدن دوباره توست، قرار بخش دلم تا به گاهواره توست. تو ای شکوفه ایام آرزومندی، بمان که دیده من روشن از نظاره توست. نگاه پاک توام صبح آفتابی بود، کنون چراغ شبم چشم پرستاره توست. به یک اشاره مرا رخصت پریدن بخش، که مرغ وحشی دل رام یک اشاره توست. به پاره کردن اوراق هر کتاب مکوش، دلم کتاب پریشان پاره پاره توست. شبی نماند که بی گریه‌ام به سر نرسید، زلال اشک پدر برق گوشواره توست. دلم چو موج به سر می دود ز بیم زوال، کرانه ای که پناهش دهد کناره توست. خجست پوپک من ای یگان کودک من، امید زیستنم دیدن دوباره توست. برق گوشواره
ترانه‌ای داریم به نام سرگشته از ساخته‌های همایون خرم با صدای استاد عزیز حسین قوامی. شبی که آواز نی تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان آلب چشم رسیدم، نشانه از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمایی؟ از آن بهشت پنهان دری نمی‌گشایی.
ترانه سرگشته را با صدای قوامی شنیدیم. اجرای دیگری از این ترانه با صدای خانم الهه داریم که هفته دیگر خواهید شنید. در برنامه چند هفته پیش گلچین هفته قسمت بسیار کوتاهی از آهنگی را که فریدون شهبازیان به نام گریز ساخته بود شنیدید. این اثر مورد توجه خاص شنوندگان قرار گرفت. امروز بار دیگر قسمتی از این اثر را میشنویم و به اطلاع میرسانیم که ساعت 13:30 امروز در برنامه گلهای تازه شماره 177 اجرای کامل آن را خواهید شنید. از هم گریختیم گل نازنین پیاله دلخواه را دری بر خاک ریختیم. دیدار ما که آن همه شوق و امید داشت، اکنون نگاه کن که سراسر ملال گشت. آن عشق نازنین که میان من و تو بود، دردا که چون جوانی ما پایمال گشت، دردا که چون جوانی ما پایمال گشت.
توصیف برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.